چرا در آوانه میکنی تو؟ ننه! ننه! چی کار میخواد داری با چیه؟ نونه تیار کو بیامدم آره کاسه رزه کردی دیگه منتظر با تو متکه بشینم یه میشه که کاسه خوری دوباره تو بخوره چی مختقنی؟ غورید که بخوره غورید لب که بنا نه تو که نه بستقول خونا پاک نه قید کارا ولی لب که بنا بخورید تو چی بیارم کجا باتونیم بیارم مختقه رمزون با این موضوع بچه ها چی جنجال دارن چی قلقلوی دارن مرگ بخور خاک بخور تو از کلی برو بیتری این چی دعوا داریم با گیلا میگه من برین نکنم من چه مرگ بخور که بیتره چه نمیتونم با تو بخته کرده بعد دوازون نگو تو بخورید خوشی دارم رمزون نکن نه من ناجور بستقول خونا پاکه من تو باشم دیگه هم کنده ولی در پاک نست نبرید از اینجا سنه شو ساعت دوازون نگو تو چیزی که ما خوشی دارم بخته نکنی از کجا با تو گوری دارم چه شکر بشه ما همه بخوردیم برو که به خودم میگم افتاد گوری چکر بشه عرومه گرد نبارم تو میگم هم با کجا بودی از تو مرگ بودی برو میگه بودی نبخور بگه دیگه این پیدا نمیشه تو هم نمیشه سرسا داری نه نه بخورید خوشی دارم هر همیشه که بگید چیزی دیگه بخته کنم هیچ چیزی که منو داری ولی کار داری من که چیزی جا کنم نمیتونم هیچ چیزی که منو داری مگه نداری بخوری چرا منو داری بخور میکنی از تو چی کردی گپ و فتنه قرید بخور برو دیگه از تو بشه تو دادن ندارم تا کجا میگی بخوری یعنی بشی خودی یعنی بشی از تو کاری هم ساخته نیه با دعوای بیادم از من که میتنه شخ میگه لو خوب هم میخورو همه برو کلام تو آدم میگه اگه باشه تو دادن باید باید بزنه بله لالا میکنه میشه که تو دارم نخی اینجا با سرسا داری خونه موری حکی میکنی گیلا همه برو رو دارم بخوردم تو از اونو بیتره تا تو بخورشم تو بکنم کن گیلا اما چرا نمیایی بیا برو گرم نزن بیا برو دیگه لالا جغ میکنم صد بابا تو گفته نه چیزی که خوشی دارم پخته نکن بریمه تو از کجا برو رو بیتره نه میکنم بگه تو از اونو بیتری قورتی خوش ندارم بانجون خوش ندارم پخته نکنی قلوشی خوش ندارم پخته نکنی هر چی میکنی خود جا به خود پخته کنی برو کار کن از نویز خوبی رک نمیتونه این مثلا رو برم در دوباره کار میکنم جیگر این مکنده شده تاشو کار از کجا بیارم کار کنم بله لالا با چی قال مقاله با چی قال مقاله لالا شما بیاین هم چیزی که خوش نمیشه باشه چی بخور لالا آه امیر رمضان خورد آه امیر رمضان بیامده دیگ و کوسر همر بزده به زمین زده خود مادر می جنجال میکنه که چرا با ما چاش غرود کرده خوب ما غرود این خوش آل رمضان ای که کارار میکنه در دا پس کلمه رو خوره تو سر رو خوره من بری صفیق تاشون جگر مکنده یا صبح کجا بیده چی نگم از ما بابا لالا از ما چی نگم تا کوچه پیش رفقا خوشیشته اختلاط میکنم مر که بدید گفته گلک با مادر بگو به من نون نگاه داره من خبر نداشتم که چی داره انا غرود نانیم بداده غرود به کاسه غرود بگدشیم پیش بزد به کوچه زد همی تو کدو بنانی خوب بکن کش کنه بخدا بنده تندیک پخته کو بریو دیگه چیزی کنیه کوشکی همین کشا کنه خو برای بگم کشا کنه خو تندیک بخدا که پخته کن بخدا پیشی کن دومانه کنه این میشه شو مثلا چی تیار کنم سگدر تیار کنه مرض تیار کنه لنگمر ام لنگ تو ام لنگ ما لنگ خود تو برو صدا کو بیای برو صدا کو بیای یان خور مسخره کده خور تو بینم که تو مخته شدی رمضان لالا ما میگم بیا کلالا اون پیش سگاه دام قبل برو جلوشو باشه بیام خب برو میگم بیا یا بشی سلام علیکم علیکم با چی قول مقال چشمیدی بدی؟
همینا خبر دارن که من می چیزی که من خوش دارم پختم چرا پخته میکنم. میگم به پیش میکرسید آرومتر گبزه. مگو شما کار نیه میشنو. خب شما فکر کنید امروز چاش قروتی پخته کردم، دیروز چاش بانجون پخته کردم، اون روز دیگه برای من قلو شیر پخته کردم، اون روز دیگه بمیه کردم. میفهمم همه چیزایی که من خوش دارم اینا همینا رو پخته میکنم. من چیکار کنم خود از اینا؟ خب به زینیاتی که هر چاش با تو شوروا گل تیار کنی که لقمه زنی ها. خب دیگه لقمه که چپ نبود کی میچسبه؟ چی بخوره؟ مرگ بخور. من ریلی سفید خو از صبح تا شام خودم گیلا تا باغا باغچه‌ها جگر ما کنده کار میکنیم. روز ساعتی پیاده پنجره به کار اونا رو هم بیار متول لوکک بسون گوشت شیشک بسون که بخوری. من نباشه نمیخورم. چیز خوب نباشه نمیخورم. آخ دستونر خوب خرجی کار کو کار نیه. آ کو بهشون نشون نگم کار کو. الله راست میگی کار نیه خدا. هیچ چی کار نیه. با ما گیلک پیدا میشه میری سفید پیدا میشه کار. با تو همین جوانی پیدا نمیشه. میت کارا نمیکنی کارایی که شما میکنید میگید کارا نمیکنم. کار درستی پیدا شه که حداقل باشه 15000 ریشه باشه. میره کار میکنم. به 4000 ما بزگرشون پیش مرتکه که ما والا 4000 روپیه میده. به می جوانی برو کار کن بزگری. نه ایره راست میگی. نمیگه ذره جمع کو عاقبت دریای بچه کلخ و کار ده. تا به کی با تو بگم من رنج کردم شما. آی لالا میگه پا نمیفهم کار اینجگانیه. یک چیز دیگه تو میگم روز پنجری پا کار کو پنجری پا من میدونم هر روز بخور گوش بسته بخور اگه یک نفری یک که بخور من برم روز پنجری پا کار کنم کار کو روز پنجری پا کار که پنجری پا من میدونم سگدت بسته بخور که قریتون می اشکنتون می بانجونتون می بامیتون می هم چیز کار خوش داشته باشه میتونم بخوره. بعد چی بخور آدم؟ چی هست خیر؟ میتونی که کیلو 500 به گوش بخوری هر روز یا هر شب. همون فکر کن. مالالا اینجا کار نمیکنم. از من همین رقمه خوش باشه نیم بریم ایران. با بلا جون نمیگیری به هر طرف که میری 4 حد تو قبله وقتی برو میرم به این رقم زندگی خوش باشه که زندگی کنم. وقتی برو قیافه را تا باشم این پخته کم چیزی که آدم با تو همون فکر نمی که تو خودی مادر خود جنجال میکنی. خجالت کش خاطر قیافی خو. من به میری صفحه خطاشون بلوک با سنده خود کش میکنم. تو اینجا سینی خود سپر میکنی میری خود رفقا دم کچه میشینی. تو صبر کن که من پیشم شاگل یک دفعه من برم تاشون ویر دارم. کار کن بیام کار کنم بیام بدم که شما بخورین. با 100 سالی کار نمیکنم. گیلک کاری گیلک نمیشنوی سلامه. بله من برای تو نگفتم که برو به خونه و ننه بگو اون نگاه داره. بله من برای تو نگفتم برو به خونه و ننه بگو اون نگاه داره. خب بگفتم ننه گفتم قروته. تو نگفتی که خوش ندارم قروت. ایاد من چی میفهمم. بخیز برو با تا دکون ماموسه بدین. برو یک 5-6 تا تخم قستونک نشاوی هم ما بستونی ورده بیاری. بله من پول میریشم تو میگفتم این کارو کن. برو به قرض میره برو به حساب لالا آمده بگو. دهنم بند باشه یک ریپه ندارم لالا. با تو میگم برو به قرض بستونه کن. حرف از این نکنید تا برای خانتون میگه کندور بگیر تو نری. اصلا خودی من ندادم. برو به تو گفتم که تخم مرغ نه فهمیدی که بی تخم مرغ خونه بری پست تو میکنم. او به قرض نمیده. میره به قرض میره گوزم لالا کلم بده. را برو. اگه تخم مرغ نبودی خوب خونه بدی این تو پست تو میکنم. برو دیگه. بله سلام خوبیم بخیریم اینجا جناب خوبه. کجا میرم یک دقیقه برین تا به دکون خو. چی مای بده کن؟ ما کمی تخم یک 6 7 تا تخمر به ما به قرض خود یک نشابه بده. چیکار کنم؟ 6 7 تا تخمر خود یک نشابه. و برار میگفت برار به اسم برار کلون می. خب تخمر بده.
با قرض بدم. بله. برین کوکاورات کار خو قرض دیگه خلاص شد از شما. من میرم که سودا بستانم. برار من کجا ما این بره؟ میرم که به شهر سودا بستانم به دکون خو. برار من رمضان گوشنه بیاماده. ما چاش قرود کردیم، قرود خوش نداره. ما خود مادر ما جنجال میکنه همیشه این شما بکشیم پولم خاطری نیه. انا برار من گفت تکه برو انا 6 7 تا تخم مرغ بست خود یک نشابه همین یک دقیقه درد کن خوب کنه. خیر بینی خوب گپ میزنی. تو هم قرضا جلوی خوربی آوردی. خلاص کردیم شما. خب وقتی که نکردیم گناه خلاص نکردیم به شما دیگه چی رقم به قرض بدم؟ همین امروز روز آخر نمیشه. با قرض دیگه ما قسم خوردم نمیدم. من میرم که به شهر میرم سودا بستم. برو دیگه دکونه بستم. دیگه هم دکون هسته. برو سکو به تو میدم. برو. خب پول نیه که ما بدم. خب ما چه کار کنم؟ با خاطر که پول نیه ما برم شما به قرض بدم. برو دیگه دکونه چرا نمیرین نمیستانی؟ شما میفهمید دکون دیگه میده به قرض؟ من چی خبر دارم؟ میده یا نمیده؟ بازم برو امتحان کن. هر روز میایم به قرض بده به قرض دکونه پاک خلاص کردیم به قرض. به اعتبار ما بدیم. ها؟ شما بیاییم. به اعتبار ما بدیم. تو مرغ مرده و پیش اعتبار نداری. تو بیا میدی ما به قرض بده. ما هم اعتبار ندارم. نه. برار کلون تو اعتبار خود پیش مسخود داده. تو بیا میدی ما برو دیگه دکونه سکو میدم شما برو. اشتر کن. به خدا گفت تخم مرغ نیره نشابه نیره گردن ما بند باشه. تو تخم مرغ تیار میکنم. اشتر کنی بلکه زودتره برای ایران گم شه. شهر رجی فارغ شما. مال بکن. نظر رسه با من نشکنه. سلام علیکم بنده نباشید. علیکم سلام. خوبه ماما بخیر این ساعت خوبه. خیریت. سلامت باشین جور باشین. بریم به خونه که چای بخوریم. زنده باشین. سلامت هم برو تو کجایی؟ قرار نه؟ هم بدماش که خود بدماش داره. شهر ماما به خونه یا؟ میگم شما از خود پیار نداریم برو کلونتر نداریم. خود داره ماما ولی گپ چیه شما مثلا؟ خود چرا شما برو خود نصیحت نمیکنی تا شما خودم برو من ساعت پیش شیشته ساعت تا دیگر هم حساب کنم میشونم بدفلک کردم. تو هم خدا فکر میکنی یا نمیکنی؟ چه کنیم ما به خدا زبون ما کنیم. بیا اومده به خونه که کاسه به کویده به کاسه زده. این کارا کردن نیه. ما که از گفتم که شال. تو برو یک دقیقه صدا کو. تو برو صدا کو. بله مر کار داشتی؟ بله سلام علیکم. و علیکم سلام. مثل که چاش خیلی گوش نمیدین که سلام رم بخوردین. آدم یک دو سفیدی میبینه بعد سلام احترامی بداشته باشه. سلام کردم دیگه نشنویدی وقتی که گوشاتو نمیشنوه گناه چیه؟ باشه دیگه والله. گناه چیه؟ شما چرا این برون بدفلک کردین تاشون بم ساعت پیش شیشته 4 تا چرنده میگیم بری فریف داریم الله داریم. تمام مردم حق همسایه هم دست شما بازدابه. برار جناب علی ما بدفلک کردم. بله. اینا به شکایت اومدن. بله. به شکایت اومدن. به شکایت از ما اومدم اینا. بله. مثل که برار شما بچگاه خوردی یک بار بدفلک کردم. پس چه کار میکنی؟ چی وظیفه داریم شما؟ کار میکن تاشون؟ من اختیار خور دارم همین خوب میخورم خوب میپوشم خوبم میگردم. خب به کسی هم مربوطی نیه. آیداد شما چیه؟ آیداد ما به تو مربوط نمیشه. آها. مر فریق قیافه هم نکو تسرمه. چرا؟ چی میکنی خور؟ میفهمی؟ بفهمیدم. ایت خور تکون تکون ایت دیگه یک دقیقه دیگه بچه برو من پیش تو باش که کلی طور میکنم. میگم کاکا. امین برار رفیق مانی خوب. با جنگ اینجا نیامدیم بریم بخونی خب بریم شما. بابا هم برو نصیحت کنی. نصیحت میکنیم ما. ایشه نصیحت میکنی که تاشون مثلا کوچه شیشه 4 تا همسایه هست روزگار نداره. معذرت ماما ببخشیم شما. خیر ببینیم اگه چای میخوریم دیگه نبینم برو خودتو. من اختیار کردم. ولی هر کس که دلم واسه باشه میگردم. بفهمی؟ هیچ نیرویی هم نمیتونه مرد بگردم. این که کارا تصابینی ندارم. بارا کاکا برو بد قیافه. بارا زار تو و برار تو نمیکشه میای و کلمه میای. برو با خونه. امین رمضان برار تو رفیق منه. نه که همیشه پشمات. چک برو برات کار کنم. دیگه پشمات رو باد میکردم حالا. چه کار میکنی؟ برو برات خب یا خودشون دو تاده. ماما لالا بریم لالا.
معذرت کاکا ببخشیم بریم همین یک بریم لالا جنگ نکنیم تا تو چی معذرت خیلی میکنی از من؟ برو به سرا بده برو به سرا برو روی نداره لالا هم جنگ میکنیم هم برادر واکو داره